خاطرات ترسناک پرستارها. داستان اول. زمانی که دانشجو بودم برای یک بیمار سکته مغزی به من مراجعه کردن. اون سکته مغزی کرده بود و همکارم در حال انجام CPR بودن. اونا 45 دقیقه کار کردن اما اون مرد. اونا تمیزش کردن و از خانواده‌اش خواستن که برای آخرین بار بیان ببیننش تا باهاش خدافظی کنن. پیرمرد بیش از 45 دقیقه هم مرگ مغزی داشت و هم بدون نبض بود. خون مغزشو پر کرده بود و کاملا خاکستری شده بود. اما ناگهان اون نشست و خانواده‌شو صدا زد. پرستارا عجله کردن تا مانیتورها و تجهیزاتو به او برگردونن. دوباره شروع به کار روی اون کردن. وضعیت بدنیش تثبیت شد. با خانواده‌اش خدافظی کرد و بلافاصله برای بار دوم فوت کرد. داستان دوم. من پرستار شیفت شب برای 4 سال در خانه سالمندان بودم. یکی از سالمندا یک داروی تسکین دهنده داشت که باید هر شب تزریق میشد چون به دلیل توهمات زیاد نمیتونست بخوابه. او افرادی رو در اتاقش توصیف میکرد که فقط به او خیره میشدن و منتظر مرگ اون بودن. من اونو جدی نگرفتم تا زمانی که خانم آن طرف سالن که به ندرت صحبت میکرد شروع به دیدن اونا در اتاقش کرد و همه بدنم یخ زد. داستان سوم. من در ICU جراحی قلب و عروق کار میکنم. ما با افراد زیادی تو این بخش ارتباط داریم، هم از نظر جسمی و هم از نظر روحی. در یکی از شب‌هایی که داشتیم در هر اتاق از بیمارستان ما یک گزارش مشترک داده شده. گربه‌ای را دیدیم که در اطراف راه می‌رود. ظاهراً گربه رفتار دوستانه‌ای هم نداشته. گزارش‌ها آنقدر شبیه یکدیگر بودند که در واقع نیم ساعت به دنبال آن یک گربه گشتیم و سپس دوربین‌های امنیتی رو نیز بررسی کردیم. هیچ گربه‌ای دیده نشد و پیدا نشد. اما 4 نفر از اون بیمارایی که گربه رو دیده بودن روز بعد فوت کردند. داستان چهارم. من در یک مرکز پرستاری مشغول به کارم و معمولاً تو بخش آلزایمر هستم. یک شب وقتی در اتاق پرستاری مشغول مرتب کردن سبد لباسا بودم، شنیدم که یکی پشت سرم حرکت کرد. بعد احساس کردم دستی روی شونمه. برگشتم و هیچ کس دیگری در اتاق نبود. درم همچنان بسته بود تا اینکه تو مرکز ما خانم دیگری شروع به شکایت کردن کرد که مردی شب به اتاقش میآید. باز هم آلزایمر. بنابراین من زیاد به اون فکر نکردم. بنابراین برای اطمینان دادن به او گفتم که در طول شب او را بررسی میکنم. او برای 2 هفته دیگر هر شب از این مرد شکایت کرد و از او خواستم که برایم تعریف کنه. او واقعا خوشتیپ است و کت و شلوار مشکی پوشیده. او اکنون پشت شماست عزیزم، که من را هول کرد. البته کسی پشت سرم نبود. شب بعد در خواب مرد.